اگر زن و شوهر بفرزند و مادر شوهر مجبور میکند که زن گیر گفته پسرش را، پسر زن نگرفته زندگی میکند با زنش، در اینجا پسر گناهکار میشود در نزد مادر. اگر در رفت زندگی رود و زن گیرد، چه خیلی تحمل باید کرد و صبر باید کرد. همشون این است که مادر میگوید زن گیر تا فرزنددار شوی و مرد میگوید نه من زن نمیگیرم. در اینجا مرد گناهکار نیست، اینجا اختیاری مرد است. مرد میتواند زندگیش رو با همون زنش راضی شوان دوام دهد. در اینجا مرد گناهکار نمی شود در نزد، چون که مسئله با زنت زندگی کردن و طلاق دادن و طلاق ندادن یا زن دوم گرفتن این مسئله خاص مرد است. به این مادر حق دخالت ندارد. نصیحت کرد قبول نکرد باکی نیست. در اینجا نسبت مادر زمان گناهکار می شود که به من کمک کن، گفت کمک نکردید. مادر به شما نیاز دارد، شما پروا نداره، در اینجا گناهکار می شود. در مسئله طلاق ده یا که دیگر زنگیر گفتن گناهکار نمی شود مرد. سوال دیگر این که چه خیلی باید تحمل کند. خواهر عزیز، یعنی خواهرانی که زن دوم هستید، البته من شخصا تجربه ندارم در این مسئله، ولیکن برایتان میگویم اونهایی که زن دوم هستید یا سوم هستید، دنیا فقط شوهر نیست. نباید زندگی شما فقط کتابی باشد که داخل شوهر است. یعنی یک شوهرتون اونهایی که زن دوم گرفت یا زن سوم گرفت، با همین دنیایتون تمام نشد. خدا شما رو ترک نکرد، همون شوهر هم شما رو ترک نکرد. شوهر فقط یک نفر دیگر رو گرفت، شاید با امید اون که از اون فرزنددار شود، شاید با امید اون که یک خواهر بیچاره درمانده بود و به اون نگاه کند. با همین حیات خود رو برای خود تلخ نکنید. گمان کنید که چقدر زنها شوهر ندارند، چقدر زنها هستند که شب و روز شوهر خود را ماه‌ها و سالها نمی‌بینند، برای اینکه شوهر آنها در راه دور هستند. آره، مسئله زن دوم و سوم صبر کردن کار آسان نیست. خیلی از نفرانی هستند که در این مسئله دیگر طاقت کردن نمیتوانند، برای اینکه خواه نخواه رشک در وجود انسان ها، در قلب های انسان ها جایگیر شده است، در زن هم در مرد هم. اما نباید آن رشک با شما تا اندازه حاکمیت کند که شوهرم زن گرفت گویان دیگر خود را فراموش کنید، دیگر الله را فراموش کنید. شما دیگر از شوهر خود خدای بسازید که وی زن گرفت شما را آن پرتافت، شما را دیگر نه به جنت میبرد و نه در دنیا شما را نگاه میکنند. نه، شوهر آره همراه شما هست، همسفر شما در زندگی هست، اما قبر او جدا است، قبر شما جدا است. شما جدا پرسیده می شوید، او جدا پرسیده می شود. شما باید جدا عملهای را انجام دهید، او باید جدا عملهای را انجام دهد. نه این که وقتی که شوهر زن گرفت، علل خصوص خواهرانی که به خاطر بی‌فرزندی شوهرتون زن گرفت یا به خاطر اینکه بعضی مردها طبیعتا به یک زن نمی توانند صبر کنند، نباید خود را این گونه خار کنید، نباید این گونه خود را بیچاره کنید که خدایا شوهر من زن گرفت، من دیگر تمام، من دیوانه شدم، من دیگر نه رشته زندگیم رو پیدا کرده میتوانم، نه امید دارم. نباید این گونه خود را حقیر رو بیچاره کنید.